سلام دوستان. نیروهای نظامی همه کشورها یه تمرینایی واسه آماده نگه داشتن بدنشون دارن. ولی تو این ویدیو میخوایم سختترین و وحشتناکترین تمرینای نظامی رو بررسی کنیم. لطفاً ویدیو رو تا آخر ببینید و با زدن لایک و دکمه سابسکرایب حمایتمون کنید. اگه موضوعی تو ذهنتونه که دوست دارین راجبش ویدیو بسازیم، تو کامنت ها بهمون بگین. با ما باشید. خب بریم سراغ تمرینایی که به سربازا داده میشه تا تو بدترین و سختترین شرایط جنگ آماده باشن و دووم بیارن. مورد اول، خزیدن تایوانی. تو ارتش تایوان یه تمرین سختی به اسم جاده‌ای به سوی بهشت وجود داره. تو این تمرین سربازا باید طول 50 متری یه راهی که با سنگ‌های نوکتی سنگفرش شده رو سینه‌خیز برن. بدتر از اون اینه که اونا حق ندارن از دستشون استفاده کنن. فقط با مالیدن بدنشون به سنگ‌ها باید این کار رو انجام بدن. از همه بدترم اینه که اونا نباید لباس تنشون باشه. مورد دومم اسمش حالت صندلیه که تو ارتش عراق انجامش میدن. تو این تمرین سرباز باید به حالتی که خودشون اسمشو گذاشتن حالت صندلی در بیاد که تو تصویر میبینین چی جوریه. اگه کوچکترین حرکت اضافه ای انجام بدن یا نتونن این کارو به درستی انجام بدن، با اسلحه کلاش تو همون حالتی که موندن به شکمشون ضربه محکمی میزنن. حاجی اینا خودشون با خودشون دشمنی دارن. اسم تمرین سومم تمرین تعادل موضعیه. این تمرین تو ارتش فیلیپین انجام میگیره. تمرینای ارتش فیلیپین فقط واسه یاد گرفتن چجوری جنگیدن نیست. اونا تمرینایی واسه حفظ تعادل و حتی واسه طرز ایستادن و نشستن دارن. سربازای فیلیپین موقع خوردن ناهار یه موز رو سرشون میذارن و تا تموم شدن غذا نباید موز تکون بخوره یا بیفته. شاید فکر کنی راحته، ولی تعادل خیلی زیادی میخواد. خلاصه اگه از سرشون بیفته مجبورشون میکنن اون موز رو با پوست بخورن. اگه ایران بود همه الکی مینداختن تا موزه رو بخورن. گرون حاجی موز. خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته. اسم تمرین بعدی حالت نیمه لخت تو برفه. تا حالا بدون لباس تو هوای سرد و برفی بودین؟ خدایی بیشتر از 2-3 دقیقه نمیشه دووم آورد. ولی سربازای کره جنوبی مدت طولانی و بدون لباس تو مناطق سرد و برفی باید خودشونو با برف بپوشونن. اونا این کارو واسه افزایش مقاومت روحی و جسمی انجام میدن. مورد بعدی کاهش استرس به روش چینیه. بیشتر وقتا تو جنگ حفظ آرامش و تمرکز و نداشتن استرس از توان فیزیکی مهمتره. تو ارتش چین یه سرباز مچ پا رو با دست نگه میداره و دقیقاً 1 ساعت سرباز تو حالتی که تو تصویر داریم میبینیم باید بمونه. اون بدون اینکه حواسش پرت بشه فقط باید به نفر روبرویش نگاه کنه. اون حتی نباید پلک بزنه. خدای این مورد واقعا سخته. مورد آخرم که سختترین و خطرناکترین تمرینه اسمش تمرین سیب زمینی داغه. تو این تمرین سربازای ژاپنی باید یه نارنجک فعال، یعنی نارنجکی که زامنش کشیده شده رو دست به دست بدن. این کارو اونقدر ادامه میدن تا وقتی که حس کردن وقت انفجاره اونو توی گودال که از قبل تعیین شده پرت کنن. خدایی به نظرم بدترین تمرین لیستمون همینه.
خب دوستان مرسی که ما رو دنبال کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه موضوعی هم تو ذهنتونه که دوست دارین راجبش ویدیو بسازین تو کامنت ها به همون بگین.